با مقصد اجرای سفارش رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов در زمان پیشگیری از بیماری سرایتی نوی کووید 19 با در نظر داشت دسترسی اهالی ولایت به محصولات کشاورزی و کاهش یافتن گشت و گذار آدمان و نقلیات اتومبیلی و بی‌ضررگردانی منطقه تجارتی زراعت‌های کشاورزی در حدود بازار مرکزی فروش همه گونه محصولات کشاورزی در همشفت راه اساسی موقتا اجازه داده شد. خوشبختانه با پس گردیدن تعداد مبتلایان ویروس کووید 19 بازار مرکزی شهر خاروخ باز به فعالیت شروع نموده نقطه‌های فروش محصولات پالیزی به جای اولشان برگردانده شدند، اما رعایت قاعده‌های سانیتاری و گیگینی از هر یک سوداگر و خریدار تقاضا گردیده در حالت به طلبات سودا جوابگو نبودن نقطه فروشی طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نسبت چنین اشخاص چاره‌های قانونی تطبیق کرده خواهند شد. چنین یک عمل غیر استانداردی به فعالیت صاحبکاری مشغول بودن سوداگر بازار مرکزی شهر خاروخ سهراب نعمتوف از طرف کارمندان ریاست استانداردیزاسیای ولایت آشکار گردیده با این صاحبکار و دیگر فروشنده‌های بازار مرکزی کارهای فهماندهی به راه مانده شدند. معین شد که در همشفت راه ماشینگذار بازار مرکزی مقدار معین تربوز به فروش گذاشته شده است که برخلاف طلبات استاندارد دولتی حسابیده می شود. طبق سفارش رئیس ولایت و قاعده‌های سودا جایی که برای سودای محصولات کشاورزی و همه نمود محصولات مقرر شده است فقط در جای مقرر شده سودا کردن ممکن است. من به مثال گیریم که از دیجا تربوز به فروش برآورده شده است، این جای پیش حاجتخانه آمده به فروش محصولات کشاورزی مشغول شده هستند و خیلی که می‌بینیم در این جای یگان کسی دیگر به فروش مشغول نیست، فقط یک ماشین است که توسط کارهای فهماندهی ساختیم و آن ماشین باید در جایی که مقرر شده است طبق قاعده سودا را رعایت کند و در جای مقرر شده به سودا مشغول شود. از روی گفت فروشنده آنها نرخ تربوز را نسبتاً ارزان به فروش گذاشته به سبب نیافتن نقطه مخصوص فروش مجبور شدند در این جای نامناسب سودا نمایند. کارمندان ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و سودای ولایت قید نمودند که برای حل این مشکلات کوشش نموده بهر برطرف نمودن این کمبودی چاره‌های ضروری عملی نموده این تاجر را به جای معین شده فروش محصولات پالیزی انتقال دادند.